صبح 12 نوامبر در خوروغ میرزازاده نظام یوسفی باعث معاون یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان معرفی شد. مشاور ارشد یاردمچی پرزیدنت اوید به کادرها مظفر دولتزاده ضمن معرفی میرزازاده به کارمندان مأموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که او با روزگی پرزیدنت امامعلی رحمان به این مقام تعیین شده است. دولتزاده اظهار باوری کرد که نظام میرزازاده در سمت معاون اول رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برای رشد و انکشاف ولایت سهم سزاوار خواهد گذاشت. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان گنرال علیشیر میرزانبات در سخنرانیش گفت مقامات ولایت با چنین کادرهای بلند اختصاص مخصوصا در سوای ساختمان نیاز دارد. او هدف از تعیین میرزازاده را تصمیم درست پرزیدنت نامیده و گفت که سیاست کادری امامعلی رحمان با یک هدف رشد و رونق ولایت و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی ساکنان آن گردانیده شده است. اطمینان داریم که با تعیین چنین شخص کاردان ساحه مذکور وسعت تازه کسب می نماید، گفت علیشیر میرزانبات. میرزازاده نظام یوسفی دهم ینور سال 1962 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان به دنیا آمده. دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس ساختمانی، صنعتی و گردشدنی ختم کرده است. نظام میرزازاده قبلا در مقام معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان و معاون رئیس ولایت ختلان کار کرده است. سالهای آخر در تاجیکستان تعیین زادگان منطقه های دیگر بر رهبری این یا آن ناحیه و شهرها تجربه کرده ایستاده است. برای مثال قربان حکیمزاده که زاده شمال تاجیکستان است چند سال رئیس ناحیه فرخار بود و حالا رهبر ولایت ختلان در جنوب کشور را به دوش دارد. همچنین رستم رحمتزاده زاده ناحیه عینی ولایت سوخت یک مدت رئیس ناحیه فرخار بود. همینطور دهها زاده ولایت ختلان در ولایت سوخت در مقام‌های بلند کار میکنند، اما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا کنون معمولا زادگان همین ولایت مختار را به مقام‌های رهبری تعیین میکردند.